موضوع امروزمون در مورد تاثیر هوش مصنوعی بر تربیت کودکان، فرصت‌ها یا تهدیدهاست. سلام به همه مامانا، باباها و دوستداران دنیای بچه‌ها. امروز می‌خوایم در مورد یه موضوع خیلی جدی و در این حال خیلی هیجان انگیز باهاتون صحبت کنیم. یه موضوعی که شاید تا همین چند وقت پیش فقط توی فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم، ولی حالا شده بخشی از زندگی روزمره‌مون، یعنی هوش مصنوعی. و سوال بزرگ اینه که این تکنولوژی قراره به تربیت بچه‌هامون کمک کنه یا ممکنه براشون خطرساز باشه. بذارین یه مثال واقعی بزنم. شما تصور کنین یه خانواده یه نوزاد کوچولو دارن و برای مراقبتش از یه اپلیکیشن هوش مصنوعی استفاده میکنن. این اپلیکیشن میگه که کی باید به بچه غذا بدی، کی خوابوندنش بهتره. حتی وقتی گریه میکنه خود نرم افزار تحلیل میکنه که این گریه از گرسنگیشه، از دلدردشه یا از خواب آلودگیشه. همه چیز خیلی حرفه‌ای، منظم و هوشمندانه است. ولی اینجاست که سوال مهم پیش میاد: آیا ما داریم نقش اصلی والدین رو میسپاریم به این نرم افزار؟ مزایاش و خوبیاش اینه که هوش مصنوعی میتونه کمک کنه اشتباهات والدین تازه کار کمتر بشه. مراقبت شبانه، پایش ضربان قلب، دماغ، خواب بچه‌ها با دقت خیلی خیلی بالا. حتی اسباب بازی‌هایی طراحی شدن که با استفاده از هوش مصنوعی با بچه‌ها حرف میزنن، جواب میدن، داستان تعریف میکنن و اینا خیلی خوبه، چون میتونه به رشد ذهنی بچه‌ها کمک کنه اگه درست استفاده بشه. تهدیدها و نگرانی‌ها. اما حالا بیایم اونور ماجرا رو ببینیم. آیا بچه‌هایی که از همون اول با ربات‌ها بزرگ میشن ممکنه دچار مشکل در روابط اجتماعی واقعی بشن؟ اگه یه ربات جای پدر و مادر قصه بگه، یه اون حس گرمای انسانی منتقل میشه؟ و مهمتر از همه، اطلاعات بچه‌هامون که وارد این سیستم ها میشه کجا ذخیره میشه؟ چه استفاده ای ازش میشه؟ ما داریم یه نسل جدید تربیت میکنیم که ممکنه از بچگی تحت تاثیر الگوریتم‌ها بزرگ بشن. بذار جمع‌بندی کنیم. حرف آخر اینه که هوش مصنوعی یه ابزار خیلی قویه. اگه بلد باشیم چطور ازش استفاده کنیم، میتونه مثل یه دستیار باهوش کنارمون باشه. اما اگه بدون آگاهی بریم سمتش، ممکنه بچه‌هامون بیشتر از این که از ما یاد بگیرن، از الگوریتم‌ها یاد بگیرن، از اونها شکل بگیرن، بزرگ بشن. پس باید هوشیار باشیم، نه با ترس، نه با ذوق‌زدگی، بلکه با آگاهی باید جلو بریم. حال نوبت شماست عزیزان. به نظرتون هوش مصنوعی تو تربیت بچه‌ها مفید یا خطرناکه؟ توی کامنت ها بنویسید. اگه تجربه‌ای داشتید حتما با همون به اشتراک بگذارید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا قسمت بعدی مراقب خودتون و فرشته‌های کوچولوتون باشید.